سلام رفیق، یه قولی بهم میدی؟ بهم قول بده تو 6 ماه آینده همه چیزتو بذاری وسط. یه آدم عادی نباش، یه آدم تنبل نباش، بهونه نیار، فقط خالصانه تلاش کن. اگه بخوام صادق باشم، تو فقط همینا رو کم داری، فقط تلاشت کمه. پس اگه بخوای خودتو جمع و جور کنی، مزخرفات توی ذهنتو بذاری کنار، گوشیت رو بذاری کنار، به ضعفات نبگی و به قدرتت باور داشته باشی، بهت قول میدم که تا آخر امسال دیگه اون آدم سابق نیستی. من که قرار نیست کاری واسط بکنم، خودت باید همه چیز رو ردیف کنی. خودت باید همه چیز رو ردیف کنی. ببینم چی کار